لبخند بزن تنها و جانم آمدت سفید است دو چشمکای. بانو آریانا سعید کیست؟ با کانال یوتیوب خطکش در این ویدیو همراه باشید. با سلام خدمت شما عزیزان. در این ویدیو مختصری از زندگی بانو آریانا سعید، بانوی خوش‌آواز، زیبا و فوق‌العاده موفق که در دلهای همه افغان‌ها جای دارد به شما معرفی می‌کنیم. لطفاً در این ویدیو با ما همراه باشید و مطمئن شوید که کانال یوتیوب خطکش را سابسکرایب کرده اید تا از ویدیوهای جدید ما با خبر شوید. بانو آریانا سعید خواننده زن افغان، آهنگساز، ترانه‌سرای که در خارج از افغانستان در لندن زندگی می کند. ترانه‌های او در میان افغان‌ها بسیار طرفدار دارد. آریانا در سال 1985 در کابل از مادر تاجیک و پدر پشتون متولد شد. وی در کودکی افغانستان را ترک کرد. آریانا و خانواده‌اش بعد از استقرار در پاکستان به اروپا مهاجرت کردند و بعد از سپری کردن چند سال در سوئیس در شهر لندن سکونت کردند. علاقه وی به موسیقی از همان کودکی شروع شد. آریانا در دوران تحصیل در زوریخ در کشور سوئیس عضو گروه سرود بود. بعد از فارغ التحصیل شدن از رشته مدیریت تجارت وی تصمیم گرفت که به عنوان یک هنرمند در عرصه موسیقی فعالیت خود را آغاز کند. این که آریانا در روزهای آغازین کار خویش با چالش‌های زیاد روبرو شد، اما بالاخره استعداد او با گرفتن جوایز زیادی در بین مردم مطرح شد و اکنون او یکی از سرشناس‌ترین هنرمند افغانستانی است. گرفتن جوایز چون بهترین خواننده زن جوان، بهترین اجرا کننده زنده و بهترین ویدیوی سال از جمله دستاوردهای هنری آریانا هستند. بانو آریانا سعید در سال 2016 از جمله 10 شخصیت تاثیرگذار در جامعه افغانستان انتخاب شد. وی در بسیاری از کارهای بشردوستانه فعالیت‌های گسترده‌ای انجام داده است. بانو آریانا سعید بیشتر از 100 کنسرت در سراسر جهان از جمله در داخل افغانستان انجام داده است که توسط زن و مرد تشویق شده و قدردانی گردیده است. وی همچنین به عنوان اولین هنرمند افغان نسل جدید شناخته شده است که اجرای زنده را در داخل افغانستان به ارمغان آورده که قبلا اجراها معمولاً پلی بک بوده است. آریانا زیبایی، زرق و برق و شهرت سابق را به عنوان یک اجرا کننده به صنعت موسیقی افغانستان بازگرداند که این خود قابل قدردانی است. ویدیو کلیپ های آریانا سعید بیش از 30 میلیون بیننده را جلب کرده است. اکثر شعرها و ترانه هایی که می خواند از ساخته های خود اوست. آریانا اولین هنرمند افغان بوده که آهنگش در تلویزیون جهانی پخش شده است. آهنگ بانوی آتش‌نشین وی در تلویزیون جهانی MTV World پخش شده است. با تشکر از همراهی شما عزیزان، تا بیوگرافی بعدی و شخصیت موفق دیگری که به شما معرفی می‌گیریم بدرود.